به نام خداوندی بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز، آموزندگان گرامی. درس 21 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف T. tie, 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 galstuk. Tree, 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 درخت. taxi, 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 taxi. دیگر فکر میکنم در همه زبان ها تاکسی میگویند. ماشینی که کرایه میگیری، ماشین کرایه هم گویا میشود، لیکن در همه زبان ها تخمینا به همین لفظ ترجمه میشود، تاکسی یا ماشین کرایه. tomato, 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 tomato. به خاطر چی تومیتو گفتیم، یعنی کسانی که نوآموز هستند همه حرفا چه خیلی که نوشته شدن همون خیلی تلفظ میکنیم و آهسته آهسته خود شاهدی آن میشویم که بعضی حرفا تلفظ آنها در کلمه تغییر می‌یابند. خصوصا حرف ت در بعضی حالت چه تلفظ کرده می‌شود، مثل کلمه picture، picture. در بعضی حالت تی پر، در بعضی حالت د، یعنی tomato، tomato، tomato. در اینجا شکلی خواندنش نوشته شده است. تومیدو، تومی دوی پر هم نیست و توی پر هم نیست، یعنی تومی، تومی دو، 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 تومیدو. لیکن در بدايه فکر میکنم بهتر است که همون کلمه تومیتو گوییم و آهسته آهسته لهجه ها رو با خوبی از خود میکنیم. خب اینجا کلمه ها به زبان انگلیسی نوشته شدن و طرز خواندنشون در بین قوس هستند و در اینجا ترجمه های همین کلمه ها موجود هستند. یعنی تومیتو به زبان خودمون پامیدار میگوییم یا فاتیلجان. پامیدار، فاتیلجان. پامیدار که از روسی گذشته است در زبان ما و در فرهنگی استاد سلیمانی کلمه پامیدار از طماطم از عربی و تاجیکی چنین ترجمه شده است، یعنی فاتیلجان، فاطمه جان، و ایرانی ها گوجه فرنگی میگویند، گوجه فرنگی، گوجه فرنگی. لیکن در بین مردم پامیدار مشهور است، پامیدار. خب این بود درس 21 و تا درس های نوبتی. خدا نگهدار.